سلام سلام سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. فصل 8 چسبیده باشه بهتون. فصل خیلی قشنگ، خوشگل و پرسوالیه، هم بچه‌ها تو امتحان نهایی هم توی کنکور. یه خبر خوشم بهت بدم، حالا که داری برای امتحان نهایی میخونی، اگر تسلطت خوب باشه با همین اطلاعات، یعنی زیاد نیاز به تست زدن آنچنانی نداره، میتونی چیکار کنی؟ تستای کنکورش هم جواب بدی. معمولا دوتا یکی، حالا بعضی موقع ترکیبی میاد، ترکیبی میاد با بخش جانوری، اونا شو که بماند. بریم استاد. سوال 1، 12 فصل 8. میریم با بچه هم بتر کنیم. 1401. فقط بعضی از مورچه‌های برگ بر کارگر نزدیک بود بیفته استاد. برگ ها رو به لانه حمل میکنن. این درسته، فقط بعضی هاشون این کار رو میکنن. 2، در زندگی گروهی احتمال شکار شدن به دلیل نگهبانای گروه کمتر. آره، اون دم عصایی بدبختی که اون بالا وایساده، اون باعث میشه که شاید خودش شکار بشه، ولی جامعهشون از خطر به قول معروف مطلع بشن و در برن. توتیا خاک رس میخورن. بچه یادتونه توتیا میرفتن خاک رس میخوردن تا اثر سمی اون گیاهه رو خنثی کنن، چون اون گیاهه توش چی داشت؟ سیانید داشت. کجا فعال میشد؟ تو دستگاه گوارش گیاهخواران. پس اینا میرفتن گل رس میخوردن، دقیقا همین جمله، تا مواد سمی حاصل از غذاهای گیاهی خنثی کنن. این جمله کاملا درسته. 3، 4، در نتیجه انتخاب طبیعی تفاوت‌های فردی و گوناگونی کاهش پیدا میکنه. آره، همه میمیرن، فقط اونایی که سازگارترن میمونن. یاد باشه وقتی میگه انتخاب طبیعی یاد سازگاری بیفتی. همه میمیرن، اونایی که سازگارترن میمونن. مثلا پادزیست میزنیم، همه میمیرن، فقط اونایی که ژن مقاوم به پادزیست رو در پلازمیدشون دارن میمونن. پس تفاوت کم میشه. در گونه‌های مختلف جانوران انتخاب جفت را فقط جانوران ماده انجام میدن. بشین بابا بشین، ما جیرجیرک یادمونه که نره انتخاب میکرد، درشتش هم انتخاب میکرد، یادتونه؟ رفتار نوک زدن جوجه کاکایی به منقار والد یک رفتار غریزی است. تا اینجا درسته که به طور کامل هنگام تولد ایجاد شده. نه خیر، اشتباه. پس از 2 روز اول در و دیوار میزنه نوکو، این ور اون ور میزنه. پس از 2 روز یاد میگیره آقا غذا میخوای بعد بزنی توش. یعنی کجا؟ همین روی منقار. اینجاست که یه جورایی بعد از 2 روز یه یادگیری رخ میده. بچه‌ها براتون اسلایدهای جزئیاتون هم گذاشتم. بر اساس انتخاب طبیعی رفتار غذایابی برگزیده می شود که از نظر میزان انرژی دریافتی کارآمدتر باشه. بله، اصلا نکته‌مون این بود باید غذایابی انتخاب بشه که انرژی خالص بیشتری داره. خرچنگای ساحلی صدف انقدری هم بذاری جلوشون بر نمیدارن، صدف‌های متوسط بر میدارن. یادمون نمیره. مهاجرت رفتاری غریزی است که یادگیری در آن نقشی ندارد. جمله غلطه، چون براتون تعریف کردم مهاجرت رفتار، اولا یادتون باشه رفت و برگشتیه. درست رفتار غریزیه، ولی گفتیم یادگیری هم درش نقش داره. مثال سار رو زدیم. سارهایی که تجربه مهاجرت داشتن دفعه بعد راحت‌تر مسیر رو پیدا می‌کردن. در ارتباط با سازوکارهای گونه‌زایی دیگر میهنی به تدریج اتفاق میفته. مال فصل 4 بود، چرا اینجا افتاده؟ اب نداره. بره هایی که مادرشون رو از دست دادن و به دنبال پرورش دهنده خود را میافتن. آره، پره دنبال پرورش دهنده را میافتاد. جوجه ها دنبال اون اولین چیزی که تکون میخورد را میافتادن. همش دارن نقش پذیری رو نشون میدن. در یادگیری چی جانور با آزمون و خطا میفهمه یه کارایی رو نکنه؟ شرطی شدن فعال. یاد چی میافتم؟ یاد اون پرنده میافتم که پروانه مونارک میخوره، انقدر تلخه تف میکنه بیرون. میفهمه که آقا اینا نباید خورد، اینا فقط باید کنارش رد شد.
یا اون موشه که تنش میخورد آفرین آفرین براش جایزه میافتاد، همونو میخوام بگم. بالا کشیدن تکه گوش توسط کلاغ و نخه مثالی از حل مسئله است. حل مسئله بازم بگو. شامپانزه میرفت موز نارگیل بود اون بالا میکند، چوب میکرد توی سوراخ درخت موریانه میکشید بیرون، یا با سنگی چیزی میزد رو نارگیل رو میشکوند. همشون حل مسئله بود. خرچنگ های ساحلی صدف هایی با اندازه چی رو ترجیح میدن؟ اینو که گفتم دیگه، صدف متوسط، چون بیشترین انرژی خالص رو دریافت میکردن، حساب کتاب میکردن. موازنه بین محتوای انرژی غذا و هزینه به دست آوردن اون رو بهش میگن غذایابی بهینه. اینو یاد بگیرین. مثلا این جمله یه ذره شاید مثلا یادت نیاد یه لحظه. طاووس نر نظام جفتگیری تک همسری بود یا چند همسری؟ چند همسری داره. یعنی اونقدر غیر می اومد، اونقدر اشوه می اومد، بالشو باز میکرد، دومشو باز میکرد، میگه منم، مخ یکیو میزد میرفت سراغ بعدی. ولی کبوتر یادته، کبوتر عاشق تک همسر بودن. رفتاری که در آن یک جانور بقا و موفقیت تولید مثلی جانوری دیگری را با هزینه کاسته شدن از احتمال بقا و تولید مثل خود افزایش میداد دگرخواهی بود دیگه. مثل اون دومساییه، زندگی خودش رو به خطر مینداخت تا به بقیه کمک کنه. یادتون اومد؟ آفرین. تغییر نسبتاً پایدار رو بهش میگن یادگیری. تغییر نسبتاً پایدار که در اثر تجربه به وجود میاد بهش میگن چی؟ یادگیری. هیچ موقع یاد نره. جابجایی طولانی و رفت و برگشتی که غریزی یادگیری هم توش نقش داره بهش میگن مهاجرت. این هی میاد. نوع یادگیری که در دوره مشخصی از زندگی رخ میده نقش پذیری. پس دوره مشخصی از زندگی، برهه یا اون جوجه تو 2-3 روز اول یه چیزی که میبینه تکون میخوره میفته دنبالش فکر میکنه ننشه، یا برهه همینطور اولین چیزی که تکون میخوره رو میفته دنبالش. پس یادمون نمیره نقش پذیری. اینجوری میگم تو ذهنت بمونه. قمری ها نظام تک همسری دارن. قیدش شاید باشه بیشتر پرندگان مثل قمری های خونگی. یادتونه دیگه هر دوتاشون چیکار میکردن؟ برای بچه ها کمک میکردن. بچه ها برای زاد و ولد، برای نگهداری زاده هاشون جفتشون تلاش میکردن. فکر کنم همتون کبوتر مموتر تو خونتون دیدین. خیلی هم مزاحمن، میان تو این بالکن و تراس و اینا خرابکاری میکنن. بیشتر رفتارهای جانوران محصول برهمکنش ژن و محیطه. بیشتر رفتارهای جانوران حاصل برهمکنش ژن و محیطه. در یک دوره کاهش فعالیت به نام چی؟ حالا رکود یا خواب زمستانی. جانور پیش از ورود به این دوره مقدار زیادی غذا مصرف میکنه. تو خواب زمستانی بود دیگه، عین خرس میخورد که عین خرس خوابید انرژی کم نیاره. پس اینجوری یاد باشه تو دوره خواب زمستانی مثل خرس میخورد تا اگه مثل خرس کل زمستون رو خوابید مشکلی براش پیش نیاد. در رفتار دگرخواهی کدومشون جانوران با یکدیگر گروه همکاری تشکیل میدن؟ خفاشا بودن دیگه. میرفتن خون میگرفتن، خون که نه، خون میکشیدن بیرون میآوردن، یکی که میرفت به همه میداد. یادتونه؟ بعدن اگه یکی میپیچید چتربازی در می آورد، فقط میشه تا براش غذا در بیارن، به اون دیگه نمیدادن. رفتار موش مادر غریزیه، یادگیری نیست، ژن داشت. نه ژن چی بود؟ آفرین. نقش پذیری جوجه قازها طی چند ساعت پس از خروج تخم رخ میدهد. همون نقش پذیری که در موردش صحبت کردیم. اولین چیزی که تکون میخوره رو میافتن فکر کنم مادرشون. رفتار دگرخواهی خفاشا حالا همانند یا برخلاف رفتار دگرخواهی دمعصایی باعث افزایش شانس بقای غیر خویشاوندان میشوند. بعد دیگه برخلافه. خفاشا به قول معروف برخلاف دمعصایی این کار انجام میدن. دمعصایی فقط خویشاوندان. خب به نظر میرسد چیه که در جهتیابی لاک‌پشت‌های دریایی 401 اومده؟ به نظر میرسد میدان مغناطیسی کمک میکنه این لاک‌پشت‌های دریایی تو موقع تخم‌گذاری بیان تو ساحل تخمشون رو بذارن.
یادتون باشه تخم گذارن. حالا با فصل هفته 11 بخوام چیز کنم رو تخمشون هم نمیخوابن. پرنده ها و پلاتیپوس یادتونه رو تخمشون هم میخوابیدن. قمری خانگی تک همسر مورچه برگ برد، برگ نمیخوره قارچ میخوره. این برگا رو میبره میریزه پای قارچ، قارچه رشد کنه قارچ بخوره. انقدر زرنگه، انقدر باهوشه. در آزمایش‌های پاولوف سگ بزاق که مربوط به فلان اینه، محرکه چیه؟ محرک شرطی صدای زنگه. محرک شرطی صدای زنگه که بعد از اون دیگه شروع میکنه به چی؟ یعنی صدای زنگم که میشنوه بزاقش ترشح میشه. تعریف غذایابی بهینه موازنه بین محتوای انرژی غذا و هزینه به دست آوردن اونو. آره، یعنی باید ببینی که برای خرچنگ میبینی که آقا این صدف به این بزرگی رو بخواد بیاره چقدر انرژی مصرف میکنه. خب چقدر انرژی میخواد بگیره؟ نمیصرفه، یه دونه صدف متوسط میبره. خوگیری رو یادمه دیگه، پاسخ جانور به یک محرک تکراری که سود و زیانی برش نداره کاهش پیدا میکنه. یاد چی میفتم؟ هم شقایق دریایی، هم یاد کبوتر میفتم، مثلا پرنده، جوجه پرنده که برگ میافتاد اول سرشو جمع میکنه بعدش دیگه بیخیال میشه. از اینا زیاد میدن، 402 دادن. اینا رو بعد به هم ربط بدیم. مثلا نقش پذیری، آزمون و خطا، عادی شدن، حل مسئله راحته. الف میشه 3 نقش پذیری در دوره حساسی از زندگی رخ میده. ب آزمون و خطا 4 محرک شرطی به تنهایی میتواند سبب پاسخ شود. عادی شدن 1 همون پاسخ به محرک‌های تکراری. حل مسئله 2 برنامه‌ریزی آگاهانه و استفاده از تجارب گذشته. یاد کلاغ میافتی و یاد بگو شامپانزه. 402 چرا جانور زمانی که در خطر شکار شدن یا آسیب دیدن قرار میگیرد رفتار غذایابی خودش رو تغییر میده و یه جورایی گوش به زنگ میشه؟ چون میخواد که شکار نشه، بیشترین انرژی با کمترین خطر رو دریافت کنه. اگه قرار باشه بره غذا بخوره کشته بشه فایده نداره، که بره غذای بزرگ برداره دیده بشه کشته بشه فایده ای نداره. دگرخواهی تو پرندگان چه نفعی داره؟ یادت هست دیگه، یاد سریال ترکیا میرفت کمک میکرد که شاید زوجه یکیشون بمیره. وقتی بمیره بره جاشو بگیره، به قول معروف کسب تجربه که میکنه قلمروشون رو بگیره، بچه‌هاشو برداره برای خودش. پس میره کمک میکنه، نیتش خیره ولی ته نیتش یه ذره به فکر خودش هم هست. 401 دوره اینا داده. بریم جواباش. الف میشه 5 زادآوری. به کدوم؟ پرهای زینتی دم طاووس نر. خب تو زادآوری نقش داره. ب غذایابی انتخاب صدف و اندازه متوسط. قلمرو خواهی حمله به جانوران دیگر برای بیرون راندن مزاحم. یادته دیگه قازها قوها چیکار میکردن؟ حمله میکردن، صدا در می آوردن. مهاجرت 6 استفاده از نشانه های محیطی برای جهتیابی مثل اون لاک پشت. خواب زمستانی ذخیره چربی به مقدار کافی، مثل خرس میخورد تا مثل خرس بخوابه تو زمستون. میگه هر یک از مثال‌های زیر بیانگر رفتار غریزی یا یادگیریه. انقباض بازوهای شقایق دریایی پس از تحریک مکانیکی غریزیه. خوگیری بود دیگه، آب میخورد خودشو جمع کرد، آب میخورد خودشو جمع کرد، بعد یه مدتی بیخیال شد. عدم بلعیده شدن پروانه مونارک مال اون شرطی فعاله بود، این یادگیریه. بعد یه مدتی یاد میگرفت که آقا این مزه تلخی میده، پس دیگه نمیخورمش. دمتون گرم. این سوالا خیلی خوبه بچه‌ها، سوالا خیلی خوبه و انگیزه پیدا کن، تسلط رو کتاب درسی داشته باش، هم کاری که من تو پروژه کردم، تو پروژه زیست‌تون کردم، تا بتونی یه نمره قشنگ شیک و تمیز و مجلسی بیاری. الانم که میدونی درصد تراز نمره تراز امتحان نهاییتون تو کنکور خیلی موثره، پس میتونی قدم محکمی رو برای رشته مورد نظرت برداری، قدم خیلی محکم. چرا احتمال شکار جوجه کاکایی در کنار پوستهاشون خب وجود نداره، توسط کلاغ کاهش پیدا میکنه؟ یادتونه دیگه
آره رنگ سفید داخل پوستشون بیرونش خیلی باحاله، هم رنگ اون کاهاست ولی تو سفیده. وقتی پوستش شکسته میشه کلاغ اون سفیدیه به چشش میخوره میره شکارشون میکنه. ولی اگه پوسته سفید نباشه شکار نمیشن چون هم رنگن، ستارن. حرکت زنبور یابنده علاوه بر فاصله تقریبی تا محل غذا رو چه اطلاعات دیگه ای میده؟ جهت هم میده دیگه. یادتونه دیگه میگفتن ویز 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 ویز، جهت رو نشون میده. باش بر اساس میزان ویز ویزی که میکنن مسافت هم نشون میده. خب اینو که گفتم تکراری اومد. دو ویژگی محرک هایی که میتوانن باعث ایجادی یادگیری خوگیری بشن رو بگیم. محرک تکراری، پس خوگیری تعریفش هم بود دیگه، محرک تکراری سود و زیانی هم نداره. محرک تکراری سود و زیانی هم نداره. پرنده هایی که یه بار پروانه مونارک میخورن چه نوع یادگیری دارن؟ یادگیری شرطی فعال دیگه. با آزمون و خطا میفهمن که دیگه نباید بخورن. مثلا پروانه مونارک رو برای اثر چیه تنبیهی گفته، طرف هم پروانه مونارک رو میخوره، پرنده بدمزه است دیگه نمیخوره. اون موشه آزمایش اسکینر هم برای چی گفته؟ برای اینکه پاداش میخوره غذا میه، تنش میخوره به اون اهرمه غذا بهش میدن. میفهمی که هر وقت تنه رو بزنه به اونجا بهش غذا میدن. پس یه چیزی شرطی شدن فعال بهش یاد میده. در مسیر مهاجرت وقتی هوا ابریه، میدان مغناطیسی زمین گفتیم دیگه، تو بعضی کبوترها اومدن چیکار کردن؟ آهن روا گذاشتن تو کلشون، رو مخشون، جهت رو گم کرد. چون میدان مغناطیسی استفاده میکرد. لاک‌پشت بیابانی حتی، بچه این سوال امتحانی کنکور هم اومد، حتی وقتی در آزمایشگاه قرار دارد و غذا آب کافی دریافت میکند رکود تابستانی رو نشون میده. چرا؟ چون عوامل محیطی براش تغییر نکرده. این رفتار ژنیه. یعنی درسته تو بهش غذا میدی ولی اون علاوه ژنی غریزی این کارو میکنه. اخلاقش رو نمیتونی عوض کنی. دیدی طرفو هر کاری میکنی اون ذات بدش تغییر نمیکنه چون اون ذات بدش مال ژنشه. این لاک‌پشت هم ذاتش اینه که رکود تابستانی داشته باشه. حالا تو بیا غذا بهش بده، محبت کن. محرک طبیعی و محرک شرطی در آزمایش آقای پاولوف، سگ، زنگوله، غذا، بزاق. محرک طبیعی غذا، محرک شرطی صدای زنگ. طبیعیشون غذاه. تو طبیعی وقتی غذا میبینه بعد بزاقش ترشح بشه. شرطی صدای زنگه. وصل کنیم. پس 400 401 402 403 همینجوری برو بالا. هر سال یه تست یه سوال اینجوری میاد. اونی که پروانه مونارکو میبلعه و تنوع و فلان، خب این که میشه شرطی شدن فعال. الف میشه ب. یک میشه ب. جوجه پرنده و فلان و اینا میشه خوگیری. 2 3 شامپانزه و اینا میشه حل مسئله. قشنگ اینا رو دیگه چندین و چند بار دیدیم. جانور میآموزد بین رفتار خود با پاداش یا تنبیهی که دریافت میکند ارتباط برقرار کنه. خب این تمومه دیگه، شرطی شدن فعاله. 10 بار اومده. شقایق دریایی یادت میفته که خوگیریه دیگه، هرچی آب بهش میخوره بازواشو جمع نمیکنه. خب بچه‌ها به پایان رسید این فصل، به پایان رسید این کتاب. الان دیگه فقط وقتشه که من منتظر باشم، یعنی یه جا بشینم منتظر باشم. و منتظر چی؟ خبرهای خوبی که شما برای من میفرستید تا به من بگید که یه نمره خیلی خوب و شیک و مجلسی از درس زیست شناسیتون گرفتید. امیدوارم خیلی زود این خبره به ما برسه. امیدوارم خیلی زود این خبره رو به من بدید. و میدونید چیه؟ یه چیزی بهتون میگم. درسته الان کار ما با شما تو فیلم تموم شد، ولی مطمئن باشید تو فضای مجازی، تو آپارات، تو تلگرام، تو اینستاگرام من دارم به طور مستمر فیلم میذارم، آپدیت میکنم و یه جورایی سعی میکنم دانش آموزامو تا لحظه آخر ساپورت کنم. پس تو این صفحات منو پیدا کن، دکتر زیست، استاد محمودی، یه جوری پیدام کن و از فیلمایی که اونجا میذارم استفاده کن. مثلا الان تمام نمونه سوالای امتحان نهایی تشریح شده رو دارم میذارم دوباره، میزان بیشتری. جملات درست غلط دارم براتون میذارم.
چون میدونم این قسمت رو میخوان سخت بگیرن امسال. پس پیدا کن فصل به فصل با من اونجا هم همراه باش تا ایشالله یه نتیجه خوب بگیریم. خوبی بدی دیدید حلال کنید. اگه یه موقع تو کلام چیزی گفتم آزردمت، ناراحتت کردم، غیر مستقیم بوده، به خاطر خستگی من شاید بوده، همه اینا رو حلال کنید و همین. خدا نگهدارتون.